باشید. سلام، خسته نباشید. من محمد قریانی هستم، 50 ساله یه سرباز. میخواستم بگم آیا حضرت آقا اگه امکان داره ما رو عفو کنیم. من الان 50 سالمه دارم خدمت میکنم. خدمت چیزی بدی نیست، چیزی خوبیه. من خودم کسی بودم که 30 سال پیش نزدیکای 1375 رفتم خدمت، از خدمت فرار کردم، اشتباه کردم. الان دارم تمومشو میدم. اگه امکان داره حضرت آقا، اگه واسه شما مغرور است، اگه میشه خدمت ما رو ببخشید. این اضافه نمیگم کلا همه رو ببخشید، این اضافاتشو ببخشید. من قرار بود تا ساعت قرار بود تا برج 11 باشم. حالا آقایون میگن باید تا برج 2 بمونی. نمیتونم، 50 سال سنمه، سخته واسه من صبح ساعت 5 و نیم 4 و نیم 5 بلند شم برم خدمت، دوره برگردم بیام خونه. از شما تقاضا دارم، آجازانه خواهش میکنم از شما، یه رحمی به حال منو این پسرم بکنید. این پسر منه، این پسر منه، این پسر منه، تاج سر منه. اینا که خودم هم نزدیک 50 سال سن دارم، جانم فدای رهبرم، میهنم رو دوست دارم، سربازیم هم دوست دارم، جانم فدای میهنم، قربون رهبرم. بیا پسرم قطعش